ماه شب 8 یا نه ببین 15 هم بود که الان رفته دیگه به سمت 18 19 نمیدونم چندم ماهه. تو ماه 2 شب پیش ماه کامل بود که 15 ماه کامله. ماه شب 14 بهش میگن. گل خانم گلاب خانم ماه شب 14 گل خانم. خب اومدیم سمت نارمک. اینجا نمیشه بریم یه طرف از میریم این سمت که بریم شب همگی به خیر و شادی. شبتون قشنگ دوستان. میترسم از روزی که گفتی به هم ناشی. تاکسی تاکسی ای تاکسی. میریم سمت میدان نبوت. حفاظ هفت حوض. خب دوستان اومدیم سمت نارمک، میدان نبوت، میدان هفت حوض. بعد این قسمت هم فسفوتی های خوبی داره بازن اکثرا. شهر این قسمت سرزنده تره. این هم زحمتکش های شهرداری. خب گلارا این میدان هفت حوض وسطش بهش میگن حفاظ. میدان نبوت. تهران دوست داشتنی. تهران دوست داشتنی. بچه ها لاک و صاف فراموش نره. راد گفته که با سرعت برو. با سرعت بریم. سگ آقا با سرعت من فکر کنم این سگ نبود دیگه، رسما خرس بود. سگ گواتمالایی بود. مرد دنبال سگ داشت میرفت تا اینکه آره سگ اومدیم الان تو نارمکی میدان حفاظ. 7 حوض داره بهش میگن 7 حوض. خلوته می اومدیم پایین دور میزدیم وگرنه. یعنی دوربین خیلی بی‌کیفیت. نه به خاطر نته الان خوب میشه. من دارم به خاطر نت هم به خاطر تاریک شب تاریک الان خوب شد. ببینید یه خوبه چه کیفیت داره دیگه. تو شب با این نت تو ایران خیلی هم خوبه به نظر من. یه تایم اصلا شطرنجی میشه اینقدر نت خرابه. الان احساس میکنم خوبه تقریبا. میدان هفت حوض. اینجا منطقه 8. اگه یه جای پارک بود یه دوری میزدیم. بخش